امروز میخوایم یه کار تقریباً غیر ممکن انجام بدیم. میخوایم بریم سراغ یکی از بدنامترین و شاید سخت فهمترین متفکران قرن بیستم، یعنی ژاک دریدا. کار ساده‌ای نیست قطعاً. اصلاً. بله، یه مصاحبه قدیمی با هنری رونز در سال 1967. دقیقاً همون موقع که 3 تا از مهمترین کتاباش مثل بمب صدا کرده بود. ببینیم آیا میتونیم با استفاده از کلمات خود دریدا توی همین مصاحبه از این 1000 توی فکری جون سالم به در ببریم. دقیقاً. این مصاحبه مثل یه نقشه گنجه. دریدا اینجا داره انگار سیستم عامل ذهن خودش رو برای ما توضیح میده. خیلی‌ها فکر میکنن اون عمدن مبهم مینوشته که کسی از کارش سر در نیاره. آره، این اتهام همیشه بهش بوده. امروز میخوایم ببینیم آیا این درسته یا کلید فهمیدن این پیچیدگی توی همین متن کوتاه پنهان شده. ما قرار نیست کل فلسفه دریدا رو درس بدیم، بلکه میخوایم با هم ببینیم این مصاحبه چطور به ما یاد میده که مثل دریدا فکر کنیم. عالیه. پس قرار نیست فقط مفاهیم رو لیست کنیم، بلکه میخوایم روش فکر کردنش رو یاد بگیریم. مفاهیمی مثل شالوده شکنی یا به انگلیسی دیکانستراکشن بله. و اون کلمه عجیب و غریبش دیفرنس هم توی همین مصاحبه هستن. سوال اول رونس خیلی ساده و منطقیه. میگه آقای دریدا این همه کتاب پیچیده نوشتید. خواننده بیچاره باید از کجا شروع کنه؟ یک سوال کاملا معقول، ولی جواب دریدا از همون اول نشون میده که ما با یه آدم معمولی طرف نیستیم. یعنی چی؟ اون خیلی راحت میتونست بگه خب اول کتاب الف رو بخونید بعد ب، ولی این کار رو نمیکنه. در عوض خود ایده کتاب به عنوان یه چیز جدا و مستقل رو زیر سوال میبره. صبر کن ببینم، یعنی چی ایده کتاب رو زیر سوال میبره؟ کتاب دیگه، جلد داره، اول و آخر داره. دقیقاً. اینجاست که کلید اول رو پیدا میکنیم. اون میگه کار من چند تا کتاب جدا از هم نیست، بلکه یه جور عملیات متنی یک پارچه است. عملیات متنی؟ آره، که هیچ نقطه شروع مطلقی نداره. میگه نوشته‌هاش توی حاشیه‌ها و بین خطوط متن‌های دیگه فلسفه اتفاق میفته. انگار داره روی نقشه فلسفه غرب یه سری تونل و راه مخفی حفر میکنه. پس وقتی رونس بهش فشار میاره که بالاخره یه نقطه شروع به ما بده، چی میگه؟ اینجا قضیه خیلی جالب میشه. از یک هندسه غریب حرف میزنه. میگه شما میتونید کتاب در باب گراماتولوژی رو مثل یه جعبه در نظر بگیرید که کتاب نوشتار و تفاوت داخلش جا میشه. ولی بلافاصله میگه که برعکسش هم ممکنه. یعنی نوشتار و تفاوت میتونه جعبه اصلی باشه. دقیقاً. یا برعکس، سنگبنای کل پروژه باشه. این که دیوانه کننده است. دقیقاً. ولی این دیوانگی هدفمنده. اون با همین جواب داره به شما یه درس عملی میده. دنبال یه مسیر سرراست و یه مرکز و یه حقیقت نهایی در کار من نباشید. آها. کار اون مثل یه نردبون نیست که پله پله بالا برید. بیشتر شبیه اینترنته. یه شبکه عظیم که هر نقطهش میتونه به بی نهایت نقطه دیگه وصل بشه. شما از هر لینکی میتونید شروع کنید. این خودش اولین قدم برای شالوده شکنی طرز فکر ماست. خب کلمه کلیدی رو گفتی، شالوده شکنی. بریم سراغ این مفهوم غول‌پیکر که همه یا ازش میترسن یا مسخرش میکنن. برای اکثر مردم دیکانستراکشن یعنی بیفتی به جون یه متن و با خاک یکسانش کنی. یه جور خراتکاری روشنفکرانه. آره، ولی دریدا اینجا تصویر کاملا متفاوتی میده. فاوت ببین، بزرگترین سوء تفاهم در مورد دریدا همینه. اون هرگز کلمه تخریب یا دیستراکشن رو به کار نمیبره. توی این مصاحبه شالوده شکنی رو اندیشیدن به تبارشناسی ساختارمند مفاهیم فلسفی توصیف میکنه. تبارشناسی ساختارمند، این یعنی چی؟ یعنی مثل یه باستانشناس لایه‌های تاریخی یه مفهوم رو حفر کنی تا ببینی چطور ساخته شده. اما بهترین توصیفش یه عبارت شگفت‌انگیزه. میگه یک گردش وفادارانه و خشونت‌آمیز میان درون و بیرون فلسفه. صبر کن، وفادارانه و خشونت‌آمیز. اینا که متضاد همن. چطور میشه هم به یه متن وفادار بود و هم با خشونت باهاش برخورد کرد؟
این به نظر بی‌معنی میاد. دقیقاً. وفادارانه یعنی شما نمیتونی بگی افلاطون اشتباه میکرد. خب این کار که ساده است. آره خیلی ساده است. شما باید وارد متن بشی، با قوانین خود متن بازی کنی، منطقش رو تا آخرین قطره بفهمی و بهش احترام بذاری. خب بخش وفادارانه رو فهمیدم. پس خشونت کجای کاره؟ خشونت اینجاست که شما این منطق داخلی رو تا سرحد شکستش پیش میبری. اونقدر بهش فشار میاری تا خودش به حرف بیاد و اعتراف کنه چه چیزی رو پنهان کرده، چه چیزی رو سرکوب کرده. پس یه جور بازجوییه، نه تخریب. دقیقاً مثل یه مهندس سازه که روی یه پل قدیمی آزمایش فشار انجام میده. هدفش منفجر کردن پل نیست، بلکه اینه که ببینه نقطه ضعف پنهانش کجاست. اون نقطه‌ای که خود طراح هم ازش خبر نداشته. پس شالوده شکنی مثل پیدا کردن باگ‌های سیستم عامل فلسفه غربه و به نظر دریدا بزرگترین باگ یا چیزی که فلسفه همیشه سرکوب کرده چی بوده؟ یک کلمه، نوشتار، یعنی اکریتیر. اون میگه کل تاریخ تفکر غرب از افلاطون تا هایدگر یه سلسله مراتب مشخص داشته. گفتار همیشه بالاتر و بهتر از نوشتار بوده. یعنی کلام شفاهی. آره، گفتار رو چیزی زنده، حاضر، مستقیم و نزدیک به حقیقت میدونستن. اما نوشتار چی؟ چیزی مرده، دست دوم، یه کپی ناقص از اون گفتار زنده. جالبه، یعنی میگه کل فلسفه غرب روی این پیشفرض ساده بنا شده که گفتار خوبه، نوشتار بده. به نظر خیلی ساده انگارانه میاد. مگه نوشتار فقط راهی برای ثبت کردن گفتار نیست؟ این دقیقاً همون دیدگاهیه که دریدا بهش حمله میکنه. اون میگه این سادگی خودش یه ساختار فکری فوق‌العاده قدرتمنده. ما فکر میکنیم این بدیهیه، اما دریدا میگه این اصلاً بدیهی نیست، بلکه یه انتخاب تاریخیه. یه انتخاب. آره، این بخشی از چیزیه که اسمش رو میذاره متافیزیک حضور. یعنی این وسواس فلسفه غرب با ایده حضور کامل و بیواسطه معنا. شالوده شکنی مثل روانکاوی عمل میکنه و نشون میده که این تحقیر نوشتار یه نشانه یا یه عارضه سیمتوم از این بیماری پنهان فلسفه است. پس اگه دیگری سرکوب شده نوشتاره، دریدا چطور این رو به ما نشون میده؟ چطور ازش دفاع میکنه؟ فکر کنم اینجاست که اون کلمه عجیب و غریبش وارد بازی میشه، درسته؟ دقیقاً. همون که با A نوشته میشه. دیفرانس. وقتی رانس ازش میخواد این مفهوم رو توضیح بده، دریدا با یه حرکت فوق‌العاده هوشمندانه شروع میکنه. چی کار میکنه؟ میگه شما وقتی این کلمه رو میخونید میبینید که با A نوشته شده، نه با E، مثل کلمه فرانسوی معمول دیفرنس. اما وقتی من تلفظش میکنم شما نمیتونید این تفاوت رو بشنوید. تلفظ هر دو یکیه. وای، پس خود این کلمه یه استدلال کامله. یه تفاوت معنادار وجود داره که فقط و فقط در نوشتار دیده میشه و در گفتار گمه. یه ضربه مستقیم به اون برتری گفتار یا به قول خودش آوامحوری. این واقعا نبوغه. یه حرکت استراتژیک تمام عیار. اما حالا بریم سراغ معنای خود کلمه. این یک کلمه ساختگیه که از دو معنای فعل فرانسوی دیفره استفاده میکنه. معنای اولش یعنی تفاوت داشتن، to differ. کلمه صندلی معنا داره چون با میز و مبل و بقیه کلمات فرق داره، نه چون یه جوهر الهی صندلی بودن در خودش داره. خب این بخش اولش، تفاوت. معنای دوم چیه؟ معنای دوم به تعویق انداختن است. to differ هست. موکول کردن به آینده. دیفرنس هر دوی این حرکات رو همزمان انجام میده. هم تفاوت ایجاد میکنه و هم به تعویق میندازه. یه مثال بزن که بفهمم این تفاوت و تعویق چطور کار میکنه. فکر کن رفتی به یه شهر بازی خیلی بزرگ. برای استفاده از هر وسیله به یه ژتون خاص نیاز داری. اما اون ژتون رو فقط با بازی کردن در یه وسیله دیگه میتونی به دست بیاری. و برای اون یکی وسیله به ژتون یه دستگاه دیگه احتیاج داری. تو دائما از این دستگاه به اون دستگاه فرستاده میشی. هیچ وقت به اون پول نقد نهایی که همه جا قبولش کنن نمیرسی. پس همیشه در حال دویدن و ارجاع داده شدن به یه جای دیگه‌ای. دقیقاً. معنا هم در زبان همینطوره. حضور کامل معنا مثل اون پول نقد نهایی همیشه به تعویق میفته. برای فهمیدن معنی کلمه عدالت باید بری سراغ کلمات حق، قانون، برابری.
و برای فهمیدن اونا باید بری سراغ کلمات دیگه. دقیقاً. این زنجیره هیچ وقت به یه معنای خالص و نهایی که بیرون از زبان منتظر ما باشه نمیرسه. دیفرانس همه این تفاوت‌ها و تعویق‌ها رو تولید میکنه. این حتی یه مفهوم هم نیست، بلکه اون چیزیه که تولید هر مفهومی رو ممکن میکنه. این ایده ها خیلی رادیکال به نظر میرسن. آیا دریدا همه اینها رو از خودش درآورده؟ چون توی مصاحبه خیلی اسم مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی رو میاره. سوال خیلی خوبیه. نه، او کاملا صادقانه دین خودش رو به هایدگر اعلام میکنه. میگه بدون کار هایدگر کار من ممکن نبود. پس هایدگر نقطه شروعش بوده؟ بله، هایدگر اولین کسی بود که به طور جدی کل تاریخ فلسفه رو به عنوان متافیزیک حضور نقد کرد و اون تمایز معروف بین هستی و هستندگان رو مطرح کرد. این برای دریدا نقطه شروع بود. اما رابطش با هایدگر همونطور که خودش میگفت وفادارانه و خشونت‌آمیز بود. یعنی فقط شاگرد خوبی نبود. پس نقطه گسستش از هایدگر کجا بود؟ چرا خودش یه هایدگری نشد؟ چون به نظر دریدا خود هایدگر هم در نهایت توی دام همون متافیزیکی افتاده بود که نقدش میکرد. اون خشونت دریدا اینجا به کار میفته. چطوری؟ دریدا از آوامحوری یا به قول خودش لوگوس محوری پنهان هایدگر انتقاد میکنه. هایدگر در نهایت برای آوا، برای کلام شاعرانه، برای گفتار اصیل یه جایگاه ویژه‌ای قائل بود. انگار حقیقت نهایی در شعر یه شاعر بزرگ حاضر میشه. پس از نظر دریدا هایدگر تا لبه پرتگاه اومد ولی نپرید. دوباره به امنیت گفتار پناه برد. دقیقاً، هایدگر جرأت نکرد قدم نهایی رو برداره و بپذیره که هیچ حضور و اصالتی در کار نیست، حتی در شعر. دریدا میگه حرکت من یه حرکت بیشتر نیچه‌ای تا هایدگری است. یعنی چی؟ یعنی میخواد به سمت یه بازی رادیکال تر از تفاوت‌ها بره که حتی هایدگر هم نتونست به طور کامل تصورش کنه. میخواد از هایدگر هم شالوده شکنی کنه. خب همه این بحثای سوال اساسی رو پیش میاره. اگر ما انقدر در زبان و تاریخ فلسفه و این متافیزیک حضور گیر افتادیم، آیا اصلا راه فراری هست؟ رونسن هم همین سوال رو ازش میپرسه. میشه از این زندان زبانی تعدی کرد و رفت بیرون؟ و جواب دریدا اینجا فوق‌العاده ظریف و محتاطانه است. جوابش یه نه قاطع. میگه هیچ بیرون ساده‌ای وجود نداره. هیچ بیرونی؟ نه، ما نمیتونیم از جو زبان و تاریخ خارج بشیم و در یه فضای پاک و جدید شروع به فکر کردن کنیم. هر تلاشی برای فرار مجبور از کلمات و منطق همون زندانی استفاده کنه که میخواد ازش فرار کنه. پس این خیلی ناامید کننده است. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد. این همه تلاش برای چی اگه در نهایت هیچ راه خروجی نیست؟ اینجا نکته کلیدی مشخص میشه. هدف فرار کردن نیست. دریدا یه جمله خیلی مهم میگه. تعدی مستلزم آن است که مرز همواره در کار باشد. یعنی چی؟ یعنی شما فقط وقتی میتونی از یه مرز رد بشی که اون مرز هنوز وجود داشته باشه و به نوعی باهات بیاد. هدف رسیدن به یه ناکجا آباد فلسفی نیست. هدف اینه که از درون سیمکشی‌های زندان رو عوض کنی، روی مرزها کار کنی، شکاف‌ها رو پیدا کنی و منطق سیستم رو از داخل به هم بریزی. فهمیدم. پس هدف انقلاب و نابودی کل سیستم نیست، بلکه یه جور خرابکاری استراتژیک از داخله. و فکر کنم همین نکته به یه سوء تفاهم بزرگ دیگه در مورد کارش جواب میده. کدوم سوء تفاهم؟ آیا اون میخواد بگه حالا که گفتار بد بوده، پس نوشتار خوبه و باید نوشتار رو بذاریم مرکز همه چیز؟ دقیقاً به هدف زدی. اون توی همین مصاحبه به شدت تأکید میکنه که هدفش ایجاد یه نوشتار محوری گرافوسنتریزم در برابر لوگوس محوری لوگوسنتریزم نیست. پس دنبال جایگزینی نیست. اصلاً اون نمیخواد پادشاه قدیم یعنی گفتار رو بکشه و یه پادشاه جدید یعنی نوشتار رو به تخت بنشونه. این کار یعنی دوباره تکرار همون بازی قدیمی مرکز و حاشیه. پس اگه هدف این نیست، هدف چیه؟ هدف یه پرسشه. یه پرسش رادیکال در مورد خود این نیاز ما به داشتن یه مرکز. چرا ما اصلا به یه پادشاه احتیاج داریم؟ کار دریدا اینه که خود تخت پادشاهی رو به چالش بکشه، نه اینکه دعوا کنه کی روش بشینه. جالبه. همین توضیح در مورد اون عبارت معروفش پایان کتاب و آغاز نوشتار هم صدق میکنه.
اون پیشبینی نمی‌کنه که کتابای چاپی از بین میرن. پس منظورش از پایان کتاب چیه؟ منظورش پایان یه مدل خاص از دانش و حقیقته. مدلی که دانش رو مثل یه کتاب مقدس می‌بینه. با یه مؤلف واحد، یه معنای واحد، یه اول و آخر مشخص. آغاز نوشتار یعنی آگاه شدن به اون بازی بیپایان تفاوت‌ها و ارجاعات. همون شبکه اینترنتیه که گفتی. دقیقاً. اون شبکه‌ای که همیشه در کار بوده، اما ایده کتاب سعی می‌کرده اون رو سرکوب و پنهان کنه. پس در انتهای این مصاحبه فشرده تصویری که از دریدا پیدا می‌کنیم یه آدم قرقروی بدبین نیست که میگه هیچی معنا نداره. اصلاً. بلکه یه ابزارسازه. به ما ابزارهای جدیدی میده تا خود سوالامون رو زیر سوال ببریم. دقیقاً. به ما نشون میده که چطور سوالهای قدیمی خودشون بخشی از مشکل بودن، نه راه حل. و شگفت‌انگیز اینجاست که سبک نوشتاری خود دریدا بازتاب همین فلسفه است. چطور؟ در آخر مصاحبه میگه نوشتارش میخواهد هیچ چیز نگوید. نه vous rien dire. باز هم یه جمله عجیبه دیگه. این دیگه واقعا مثل یه شوخیه. نه، این به معنی پوچ بودن یا بی‌معنا بودن نیست. این یعنی نوشتار او آگاهانه در برابر خلاص شدن مقاومت میکنه. در برابر اینکه شما بتونید با خیال راحت بگید خب فهمیدم، منظور دریدا این بود و پرونده رو ببندید. آها، پس نمیخواد یه جواب نهایی بهت بده. دقیقاً، متن‌های اون طوری طراحی شدن که شما رو در اون شبکه بیپایان ارجاعات و تعویق‌ها نگه دارن. خود متن‌هاش دفرانس رو اجرا می‌کنن. اونها فقط در مورد این ایده حرف نمیزنن. خودشان تجسم اون ایده هستن. فوق‌العاده بود. ما از یه سوال ساده در مورد ترتیب خوندن کتاب‌ها شروع کردیم و به قلب موتورخونه فکری دریدا رسیدیم. و یه فکر نهایی برای شما شنونده عزیز. بله، اگر قرار بود همین روش رو روی یه مفهوم کاملاً بدیهی در حوزه کاری یا تحصیلی خودتون پیاده کنید، چیزی که همه در رشته شما اون رو یه حقیقت مسلم میدونن و اگر تاریخچه اون مفهوم رو با همین خشونت وفادارانه ردیابی میکردید، فکر میکنید چه عارضه‌ای، چه دیگری سرکوب شده ای رو ممکن بود کشف کنید.